شخصی که دعوای امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه و مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت آرزو نداره، امید نداره، پیش پروردگار دعا نمیکنه. سبحان الله. بنده‌های صالح خدا همراه حضرت بودن و دائم آرزو میکردن که پروردگار رو همون جنت که می‌داریم و در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم جا کن و ایلو همون جنت برامون گوارا نمیشود. الله. بیبی عایشه مادر ما روایت میکند شب میگه مردی در کوفت. امام قرطبی در تفسیرش آورده است که همون شخصی در کوبنده مولای پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. صلی الله علیه و سلم بود است. صوبان میگه حضرت برامت یا صوبان چی گفت؟ او یا رسول الله والله لا انت احب الی من نفسی و احب الی من ولدی و احب الی من اهلی. یا رسول الله با خدا قسم ای جانم بیشتر دوستت می‌دارم. هم یک پسر داشته است. برای من تا همون پسر یگانه عزیزی. از تمام اهل بیت تمام دنیا برای من تو شیرین‌تر و بزرگتری. و اینی لاکون فی البیت فاذکرک فلا اصبر حتی آتیک فانظر الیک. وقتی در خانه شیشته بودم به یاد چهره زیبای تو غلطیدم دیگه طاقتم طاق شد، بی طاقت شدم. اینا بودی که در نیم شب اومدم در تکفتم برآمدی زیارتت کردم آرام گرفتم. اگه برم خواب کنم خواب کردم میتونم. و اذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنه رفعت مع النبیین. یا رسول الله گفت آخه مرگ حقه. من میدونم که این مرگ حقه. کسی از چنگال اجل خلاص نمیشود. وقتی که ما خود از دنیا گذشتیم او تو همراه پیغمبر او در علیت العلیین است مکانی تو در فردوس اعلی است. و این دخلت الجنه خشیت الله اراک. اگر خدای تعالی میگه رحمت و مغفرتم کنه داخل جنت ممکنه میترسم که بدیداری تو نمیرسم. در این موضع قرار میگیرم که شاید خیلی پستر باشه. گمان نکنه که جنت یک رنگ یک شکل است. خدای تعالی چیزی یک رنگ یک شکل اصلا خلق نکرده است. و ببینید در روی زمین میلیاردها درخت است. هر درخت میلیون ها برگ داره، ده برگ یخیله نیست. اینا به حساب رسمی در دنیا میگه زیاده 7 میلیارد آدم زندگی میکنه. 10 سرانگشت یخیله در دنیا وجود نداره. برای چی از پیچتک میگیرن؟ از پیچتک پلت. برای اونکه 2 سرانگشت یخیله در دنیا اصلا وجود نداشته است. همین جنت هم یک رنگ یک شکل نیست. این للجنت 100 درجه. جنت 100 درجه داره. ما بین کل درجتین کما بین السماء و الارض. فاصله مسافه بین هر دو درجه جنت مثل یعنی مسافه بین زمین تا آسمان است. و الفردوس اعلاها. الان بلندترین درجه جنت فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه. فردوس مکانی است که از اونجا نهرهای چارگانه جاری می شوند. اصلا همین نهر در جنت است اما سرچشمه ها هم در فردوس است. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به ما و شما تاکید کرد. ببینید اصحاب گفت در شخصیت اصحاب به ما و شما تاکید کرد. گفت اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس. وقتی از خدای بزرگ طلب جنت میکنه همتون بلند بگیره، بی غیرتی نکنه، فردوس طلب کنه. اگر میخواهی که مرا ببینه، اگر میخواهی که همنشین من باشه، از من همون طلب جنت داشته باشه، طلب فردوس. سبحان الله. این صحابی را ببینه اومده است که یا رسول الله خدای نکرده در یک درجه پسترش بغلطم. وای به حالم جنت مرا به روی تو هم دوزخ است هم عدو. من سوختم زین رنگ بو کفر را ایوانی بقا. حضرت میگه در جوابش چیزی نگفت تا اینکه خداوند متعال
صبح آیه قرآن براش نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای بزرگ بشارت داد با صوبان سوختدیل، با تمام سوختدیلا، با تمام امتای محمد صلی الله علیه و سلم، با همون کسایی که میگن آیا حال ما چی بشیده باشه، آیا جمال حضرت هم دیده باشه، آیا از صحبت حضرت صلی الله علیه و سلم بهره میگشته باشیم. فرمود که این راه داره، کسی اطاعت خدا و پیغمبر کنه، کسی فرمان خدا و پیغمبر بره، کسی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بداره. هیچ جای شک نیست بشارت الله ذوالجلال است که میگه رفیق این مرد پیغمبران میشوند، رفیقش صدیقان میشوند، رفیقش شهدا و صالحین میشوند. عجب رفیقای خوبی هستند ماشاءالله. در همین دنیا یک آدمی خوب قطعی بشینی وقتت خوش میشود که الحمدلله فلانی را زیارت کردم، ما قطعی 6 تا بودیم. اگه خوش به حال امتی که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حداقلش هم بشینی داشته باشم، هر روز ببینش. الله اکبر. برای همین همیشه مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاها طلب کنید. مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم با کی میسر میشود؟ با کسایی که سنت پیامبر را زنده میدارند. حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که میگفتن ما مرافقتی تر میخواهیم چی نکنیم، میگفت که کمک هم کنه با سجده زیاد، با زیاد سجده کردن، با زیاد عبادت کردن. ماشاءالله. این بسجودی بله. انشالله در محفل خیر، محفل سنتی شرکت داریم. خدا کنه که همین شعبچه‌های ما را وقتی که دعا میکنن از خدا همیشه طلبات عالی داشته باشن. وقتی که باز زوجه همراه میشوند قبل از خواب کردن دعایی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داده است. بگذار که اگر لفظ عربی شم ندونه به همون توجیکی به همون فارسی بگه اللهم جنب شیطان و جنب شیطان مما رزقتنی. خدایا از شیطان دورم نگه بدار و شیطان ملعون از چیزی که برای من روزی گرداندی مقصد دور بدار، نگذار که فتنه بانگیزه. دعا که پروردگار رو شب به خیر بگردان، فرزندای خوب صالح برام نصیب بگردان. اگه شب خداوند نصیب روزی کرد الحمدلله که مقصد به وصال همدیگر رسیده، میره اخی غسل میکنی. برای مسلمان غسل فرضه. بعد که اومدی تنبلی نکنی، قطی زنک هردت در رکعت نماز بخونه، شکرگزاری پروردگار کنه. بعد نمازی که در دل شب ادا میشود در قسمت آخر شب دعا مستجابه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این سریع ترین دعا است که پیش خدای تعالی اجابت میشود. از خداوند طلب فرزند کنه، طلب زندگی خوب و خوش کنه. ان شاء الله پروردگار به مرادات میرسونه. سبحان الله. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عادتشو همین بود، همیشه از خدا طلب میکردن خدای فرزندی صالح بده. الله اکبر. حضرت صلی الله علیه و سلم امتها را ترغیب و تشویق کرده است. میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته. رحمت پروردگار بر مردی بود که شب وقتی که خیست طهارت میکنه یا غسل میکنه، نماز میخونه، بعدا زنش بیدار میکنه. الله. اگر هم عروسی دامتری تعلیم اناتیش بعد که خچگری دیگه خلوبود با کلا نمیگیره. فاین ابت نزح فی وجه الماء. اگر ما بودای عروس بگه که خیلی فراشیدم سرکشی کرد که نخیست، یک کاسه در آبی خنک کمی گیرم میاره در روش میشوشه. رحمتی پروردگار میگه به همتری جوان مرد شیر بچه بود. بعدا حضرت گفت رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها. رحمتی پروردگار بر زنی بود که همتری شب میخیزه، وضو میگیره، نماز میخونه، با شوهرش هم بیدار میکنه که شوهر بخیز. ای رحمتی پروردگار خطا محروم نکرد. اگر ما بود و سرکشی کرد، گردن شخی کرد، میگه یک کاسه آب میاره و در روش میچوشه. الله این انشاءالله این بنده‌های الله هرگز خور نمیشوند. یقین است که خدای تعالی فرزندای خوب صالح براشون نصیب میگردونه. که انشاءالله عمر جان ما را عجب نامی بزرگش موندیان. وقتی که پدر الحال قصه کرد که صفت حضرت عمر را شنیده است،
گفت که نام عمر کدی انشالله همون یقین است که صفت عمریش هم میکنه. حضرت عمر در خانه خندان بود. ایتنا بود که در خونه هم سیاست کنه که وقتی ایدر بروی بگم پید کندن نه با همون سیاست که حضرت داشت که از نامش فارس رو میلرزید در خونه میگه چنان معامله و مناسبت داشت مثل رفیق با اهل خانه دانش. بچه‌هاش قصه میگن رنگ جوروها مو بود میگه قطعی وقتی میشیش انا مرد باید انا میخیل باشه. اما در مسئله عبادت پروردگار یگان خیل گذشت ترحم نیست. خی به فرای این روز نماز نخونه نعوذ بالله فرمان خدا و پیغمبر ای همه بالاتر است. یک چیز یقین بدونه زنک فراستش بلنده. زنک بزرگ با فراست میشود. همین کلمه فراست از ریشه فرس گرفته شده ای اسب دیده یکی چقدر زیرک است. همین سواره در بالوش که سوار شده میفهمه همین چی سواره چی غیرت داره تو کدوم درجه را جدی ای. الان مرد باید هم سواره باشه. مردی حقیقی باشه. مردی باشه که از ایمو بشورش زنک بفهمه که همین نصرینش هسته نیسته. در اطاعت پروردگار همیشه مقصد که مستقیم باشه. اگر ما بود کمبودی را دید در حال در جاش اصلاحش کنه. پروردگار با این خاندان یک دخترک صالحه را وارد بسازه. خداوند جمعی مراد و مقصود شعبچه و عروس و مهمانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند برآورده خیر کنند. پروردگار را به خاطر احیای سنت بزرگ حبیب محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات خویش را هرگز از این منزل از این محفل از این دیار و از خاندان برادرای دست به دعا برداشتن من قطع نگردم. دیگر برادران با همین روزهای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان نبی خوشم برسونم. آمین یا الله.